مطلقا یه جور رسم دیگه دارن. تو این رسم هیچ محاسبه انجام نمیدیم. یه نموداری که بهش میگیم نمودار اصلی رو فقط منتقل میکنیم. قبلش نیازه که این دوتا نموداراشون حفظ باشیم، چون اینا رو منتقل میکنیم. این یکی که قبلا داشتیم نمودارش به این صورت در اومد. دیگه حفظ باشیم، اینو حفظ باشیم هر جوری که هست. بدونید قدر مطلق x نمودارش به این صورت بود. این 3 نقطه و اینم رسمش. این یکی با بالایی فرقش اینه که اینجا یه منفی داره، با این مقایسه کنیم. این مثل این هست که اینجا وای منفی شده، یعنی اینجایی که وای الان برای ما مثبته، اینجا وای مثبته، باید وای منفی بشه. پس همین رو برمیگردونیم تا وایش منفی بشه. پس شکلش این شکلیه. این 1 منفی 1 منفی 1، یه نقطش اینجاست، یه نقطش اینجاست و یه نقطش هم اینجاست و به این صورت در میاد. هشتی. این دوتا رو باید حفظ باشید. قدر مطلق x به صورت هفتی هست و این شکستگیش هم دقیقا توی مبدأ مختصات. منهای قدر مطلق x چون وایش منفیه پس هشتی هست. به خاطر این منفی هشتی هست. شکستگیش توی مبدأ مختصات و به صورت هشتی میکشیمش. خب توی این قسمت میخوایم که این 4 تا تابه رو به کمک انتقال رسم کنیم، یعنی بدون محاسبه، فقط با حرکت دادن نمودار. خب یه نگاه کلی اول بندازیم ببینیم چطوریه. همشون قدر مطلق دارن و قدر مطلقاشون هم مثبته. همشون. این یعنی نمودار اصلیش باید از این تابه باشه. قدر مطلق داره و مثبت هم هست. همشون باید این اصلیشون باشه. باز نگاه بندازیم ببینیم چه فرقی کرده. این یکی رو با نمودار اصلی مقایسه کنیم ببینیم چه فرقی کرده. خب ببینید اگر دقت کنید ببینید مثل این که این x رو برداشته و تغییرش داده. یعنی داخل قدر مطلق که x بوده رو تغییر داده. این یکی رو مقایسه کنید با اصلی. باز میبینید مثل این که این x رو برداشته و عوضش کرده. تا اینجا اگر داخل قدر مطلق رو عوض کرده باشه میگیم تغییر روی x بوده. حالا این یکی رو مقایسه کنید. این اگر مقایسه کنید میبینید که اینجا x، اینجا هم x. پس xش عوض نشده بلکه اومده بیرون رو عوض کرده. اگر بیرون عوض کرده باشه این دیگه تغییر روی x نیست بلکه روی y. مثل اینکه y رو 3 واحد بیشترش کرده. پس اگر بیرون رو تغییر بده یعنی تغییر روی y بوده. و این یکی رو باز ببینید داخل رو عوض نکرده، x تغییر نکرده، بیرون رو عوض کرده، پس این تغییر روی y هست. پس تا اینجا اگر داخل قدر مطلق رو عوض کنه یعنی تغییر روی x. اما اگر بیرون رو عوض کنه این تغییر برای y هست. حالا تغییر رو x رو چیکار کنیم؟ تغییر رو y رو چیکار کنیم؟ اینجا من یه نکته میگم. این یه نکته رو یادتون باشه مسئله حله. ببینید ما میدونیم محور x ها این شکلیه. محور x ها این شکلیه. توی انتقال هم حواستون باشه تغییر رو x رو نمودار رو یا باید جلو ببریم یا باید عقب ببریم. محور y ها این شکلیه. این محور y ها. تغییر رو y هم نمودار رو یا باید بالا ببریم یا باید پایین ببریم. فقط یه نکته ریز و خیلی مهم. تغییر رو x ها رو که باید نمودار رو جلو یا عقب ببریم خلاف عمل میکنیم.
خلاف چی؟ حالا تو مثالا میبینیم. تغییر رو وای رو که باید بالا یا پایین بیاریم موافق عمل میکنیم. پس یه جنبندی همینجا که تو ذهنمون باشه. تغییر رو ایکس جلو یا عقب و خلاف عمل میکنیم. تغییر رو وای بالا یا پایین و موافق عمل میکنیم. اینو یادمون باشه. حالا بیایم سراغ رسم توابعمون. از اول شروع میکنیم. اول نگاه کردیم دیدیم این تابع قدر مطلقه، پس نمودار اصلیش چون مثبت هم هست نمودار اصلیش اینه. اول این نمودار رو که نمودار اصلیشه رسم میکنم چون اینه که باید منتقل بشه. این 3 نقطه مهمش رو دیگه حفظیم. اینم 7ش. این نمودار اصلیه که باید منتقلش کنیم. حالا یه مقایسه میکنیم باز با تابع اصلی. میبینیم تغییر روی ایکس هر موقع داخل رو عوض میکنه میگیم این ایکس رو عوض کرده، میگیم تغییر روی ایکس. تغییر روی ایکس رو قرار بود نمودار رو یا جلو ببریم یا عقب ببریم. حالا جلو ببریمش یا عقب ببریم. اینجا گفته به اضافه 2. اگه یادتون باشه گفتم رو ایکس ها خلاف عمل میکنیم. جلو یا عقب. چون که گفته به اضافه 2 عقب میبریم. خلاف. چون که گفته به اضافه 2 کنیم ما خلافش میکنیم عقب میبریمش. این رو باید 2 واحد بیارم عقب. همین شکستگیش هم که 2 واحد بیارم عقب باقیش میفهمم. اینو 2 واحد بیارم عقب میاد اینجا. و شکلش رو میکشم. شکل رو بکشم میشه این. همین 7 رو 2 واحد بیارم عقب میشه این شکل. این نمودار سیاه رنگ همین تابعی که میخواستیم رسم کنیم. خب بیام سراغ بعد. دوباره نگاه میکنم تابع قدر مطلق مثبت هم هست و چون که مثبت هست نمودار اصلیش همینه دیگه. این رسمش میکنم. باز این یه نقطه مهم نقطهش و اینم 7ش. این تابع اصلی اینه که باید حرکتش بدیم. خب باز مقایسه میکنم با تابع اصلی. با تابع اصلی میبینم ایکسش رو عوض کرده. هر موقع داخل رو عوض میکنه یعنی تغییر روی ایکس بوده. پس این تغییر روی ایکسه. رو ایکس ها چی کار میکردیم؟ رو ایکس ها باید نمودار رو جلو یا عقب ببریم. یا عقب. حالا جلو ببریم یا عقب ببریم. اینجا نگاه میکنیم میبینیم منهای 1. چون منهاست ما جلو میبریم. پس جلو یا عقب خلاف میکنیم. میگیم جلو میبریمش. اینو جلو ببریم میاد اینجا. و شکستگیش که بیاد اینجا شکلش هم که دیگه میفهمیم چه شکلیه. اینم نمودار این تابع. بریم سراغ بعدی. دوباره قدر مطلق و مثبته. پس اول نمودار اصلی تا فراموش نکردیم. نمودار اصلی یه نقطهش اینجاست، یه نقطهش توی مبدأ، یه نقطهش هم اینجاست. اینم 7ش. خب حالا میریم سراغ مقایسه کردن. مقایسهش میکنم با تابع اصلی. میبینم داخل قدر مطلق عوض نکرده. پس بیرون از قدر مطلق عوض کرده. چون بیرون از قدر مطلق عوض کرده میگم این تغییر روی وای بوده. روی وای ها باید نمودار رو بالا یا پایین بیارم. یا باید بره بالا یا باید پایین. حالا کدومش؟ ببرم بالا یا بیارم پایین؟ اینجا نگاه میکنم به اضافه 3. حواستون باشه رو وای ها رو باید بالا یا پایین و موافق عمل کنیم. حالا اینجا ببرم بالا یا بیارمش پایین. خب میبینم به اضافه 3 هست دیگه. موافق. پس 3 واحد میبرمش بالا. هر چی که خودش گفته. چون که به اضافه است پس 3 واحد بالا میره. این 3 واحد بالا بیارم میاد روی 3 و شکلش هم میشه این. این هم نمودار این تابع. میریم سراغ آخریش.
باز نگاه میکنم، مقایسه میکنم، میگم ایکسش که عوض نکرده، بیرون از قدر مطلق تغییر روی وای هست. اول نمودار اصلیش دوباره رسم کنم، نمودار اصلیش این هفتش. حالا مقایسه میکنم با اون تابع اصلی، میبینم داخل عوض نکرده، بیرون عوض کرده. تغییر رو وای رو یا باید ببرم بالا یا بیارمش پایین نمودار رو. کدومش انجام بدم؟ هرچی که گفته. چون که گفته منهای 2، پس 2 واحد میارم نمودار رو پایین. 2 واحد بیاد در جهت منفی یا بیاد رو منفی 2 و شکلش این شکلی بشه. پس نتیجه اصلی کلیمون نمودار اگر تغییر رو x باشه یا جلو میبریم یا عقب میبریم و خلاف عمل میکنیم. اگر تغییر رو y باشه بالا میبریم یا پایین میاریم و موافق عمل میکنیم. خب میخوایم این نمودارها رو رسم کنیم. این دفعه اگر دقت کنیم، اول که تابع قدر مطلقه، چون تابع قدر مطلقه من نمودار اصلیشو بالاخره میخوام. این نمودار اصلی. خب یه مقایسه میکنم با نمودار تابع اصلی، میبینم که داخل رو که عوض کرده، پس این تغییر رو ایکسه. چون داخل عوض کرده، این تغییر روی ایکس. به بیرون از قدر مطلق دقت کنید، بیرون هم عوض کرده، تغییر روی وای. میدونید داخل قدر مطلقا رو ایکسه، بیرون از قدر مطلقا تغییرها روی وای. رو ایکس جلو یا عقب میکردیم و خلاف، پس باید یکی عقب ببریم. پس یکی باید این نمودار رو عقب ببرم. حالا چون یه مرحله دیگه تغییر دارم، اینو به صورت فعلا نقطه چین میذارم. یه واحد عقب. حالا ادامه این که عقب بردیم، تغییر رو وای داره. تغییر رو وای بالا پایین میشدیم و موافق. پس 3 تا میاریمش پایین. این نموداری که از قبل تا اینجا اومده رو الان دیگه 3 تا میاریمش پایین. 3 تا بیاریمش پایین میاد این نقطه و رسمش میکنم. دیگه کاملش. بیام سراغ این یکی. این یکی داخل قدر مطلق رو عوض کرده، پس این تغییر روی x داره. بیرون از قدر مطلق هم عوض کرده، پس تغییر روی y هم داره. اول شکل اصلیش رسم کنم. شکل اصلیش یه نقطش اینجاست، یه نقطش اینجاست و یه نقطش هم اینجا. پس این شکل اصلیشه. این شکل اصلی تاب است. خب حالا تغییر رو x رو میدونیم جلو عقب و خلاف عمل میکنیم. چون گفته منهای 2 ما خلاف عمل میکنیم و 2 تا جلو میبریم. پس نمودار رو 2 تا میاریم جلو. این 2 تا بیاریم جلو میاد اینجا. اما خب چون یه مرحله دیگه داره فعلا نقطه چین میزنم. خب این تغییر اول. تغییر دوم تغییر رو وای. روی وای ها بالا یا پایین میرفتیم و موافق. چون که گفته به اضافه، پس این یه واحد میبریمش بالا. این یه واحد بیاد بالا میاد تو این نقطه دیگه. پس این میشه نمودار ما. خب این یکی رو اگر خوب نگاه بهش بکنیم، با نمودار اصلی در نظر بگیریم، ببینید که اینجا منفی داره. این یکی دیگه نمودار اصلیش اونی بود که منفی داشت.
منفی یا هشتی هن. پس اینم نمودار اصلیش باید چی باشه؟ هشتی باشه. پس اول نمودار اصلیش بکشم، یه نقطش اینجاست، یه نقطش اینجا و یه نقطش اینجا و به صورت هشتی. ما بقیه کارا شبیه همون دیگه، مثل قبلی هست. یه مقایسه میکنم، میبینم که داخل قدر مطلق رو عوض کرده، پس این تغییر روی x، روی x جلو عقب و خلاف، پس یکی میبریمش عقب، نمودار رو یکی بیاریمش عقب. این یکی هم باز نگاه میکنم قبل از قدر مطلق منفی داره، پس نمودار اصلیش باید هشتی باشه، یه نقطش اینجا، یه نقطش اینجا و یه نقطش هم اینجا. این نمودار اصلیش. مقایسه میکنم با تابع اصلی، میبینم داخل قدر مطلق رو عوض کرده، پس تغییر روی x داره، بیرونم عوض کرده، تغییر روی y هم داره، تغییر روی x جلو عقب و خلاف، پس دو تا میبرمش جلو، میشه اینجا. ادامه باید بدم، یه تغییر دیگه داره، تغییر رو وای بالا پایین و موافق، پس یه واحد میبریمش بالا، اینی که اینجا رسیده بود یه واحد هم میاریمش بالا و میشه این. پس دو تا اومد جلو و بعد یکی رفت بالا.